فقط درس و پفکی تولید نکردید که فکر کنم اونم تولید کنید تا چند وقت دیگه. آقای خشک داره یکی از محصولات جدیدش رو واسم ارسال میکنه، منتظرم برسه تا بیام واسه بقیه ویدیو. بستم اومد. بده من. بودو. چیه توش؟ رابطی نداره. بده من. یعنی چی؟ بده من. بابا نکن بده. بده من. چی نخونی؟ بده من. چیه توش؟ برادر فضول یعنی این. بگو. بابا به تو چه چی بود؟ برو دیگه. بابا برو خونه دیگه تو هم. زنگ زنه پلیس رو برات تا. برو. باورم نمیشه این بازداری زنگ میره. قیافه‌شو نگاه. دانیال به خدا زنگ میزنم پلیس. به تو ربطی نداره تو چی بود. دانیال از محله دور شو. خدافظ. اینم از محصولات آقای خشک. اولین محصول توت فرنگی پفکی که من اینو قبلا هم گرفته بودم، به شدت خوشمزه است. رژیمی هم هست مناسب ورزشکارا. این شکلیه. واقعا خوشمزه است. اینجا رو گوش کن. کپشن پر از جایزه است. جایزای خفن. حتما بخونش. محصول جدیدشون هندونه پفکی. شکلش چقدر باحال و عجیبه. نگاه کنید. چقدر خوشمزه است. داستان چیه؟ وقتی اینا پفکی میشن خوشمزه تر از خود میوه میشن. دورسا پفکی جدیدترین محصول آقای خشک. نه جدی بستنی خشکه که فکر کنم همتون باش آشناییت داشته باشین و بهترین بستنی خشکا برای آقای خشکه. همه بهشت میدن. بستنی مورد علاقم از این بستنی نونیا که سنتی هم هست، نمیدونم اسمش چیه ولی خیلی اینا رو دوست دارم. یه بار واسه اینکه بهم ثابت شه بستنی خشکای آقای خشک بهترینه، از یه پیج دیگه بستنی خشک سفارش دادم و واقعا کیفیتش تخم مرغی بود. خیلی بد بود. وایسا همینجا وایسا. از خود بستنی خوشمزه تره. چجوری الان باور کنم؟ آقای خشک من از این یک عالمه میخوام. آدرسم داری دیگه. آره ماچ ترد بودنشو داری، بعد تو دهن که میاد آب میشه. یادتونه اون دفعه دانیال بستنی خشکای منو خورد؟ دانیال من هیچ کدوم از اینا رو واسط نمیذارم. هیچ کدومشو. همه رو میخورم. تمام این محصولات رو از توت فرنگی پفکی، هندونه پفکی، بستنی خشک، همه چی رو از پیج داخل کپشن میتونید تهیه بکنید. عاشق این جامشم. بهتون خیلی دوستتون دارم. فعلا